سلام به همه طلا دوستای دیپ فکت استودیو. من سارا هستم و امروز میخوام براتون باحال‌ترین روش‌های تشخیص اصل بودن طلا رو بگم، طوری که قبلا هیچ کسی بهتون نگفته و بتونین خودتون کارشناس بشید. خب اولیش خیلی ساده است. رو طلا دنبال یه عدد یا کد کوچیک بگردین. اگه دیدید نوشته 750 یا 18K خوشحال باشیم، چون نشونه طلای اصله. البته این به تنهایی کافی نیست. مرحله بعد آهنرباست. این هم خیلی ساده است. کافیه یه آهنربا بردارید، طلای اصل شما سمت آهنربا نمیاد. پس اگه تکون خورد و چسبید سریع شک کنید. روش بعدی صدای طلاست. شاید عجیب باشه، اما طلای خالص یه صدای خیلی خاص و دلنشین داره. با یه ضربه آروم روی سطح محکم صداش رو امتحان کن. اگه تق معمولی بود احتمالاً طلا نیست. یه راه حرفه‌ای هم داریم، اونم سنگ محک و اسید مخصوص زراقی است. طلای اصل رو روی سنگ محک بکش، بعد یه قطره اسید بریز روش. اگه رنگش تغییر نکرد طلای شما اصله. حالا اگه ترازو هم دم دستت وزنش کن. طلای اصل همونطور که کوچیک به نظر میاد سنگینه و وزنش احساس میشه. طلا رو با جنس‌های دیگه مقایسه کن، تفاوتش رو متوجه میشی. و آخرین نکته برای قژدوقاست. یه ذره‌بین بردار و ظاهرش رو خوب نگاه کن. طلای از سطح یک نواخت و تمیز داره. اگه خراش یا زبری یا لکی دیدی حواست باشه گول نخوری، اون طلای اصلی نیست. خب اگه این نکات به کارت اومد و دلت خواست بازم از این ترفندا بدونی، حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که ویدیوهای جدید رو از دست ندی. سوال داشتی کامنت بذار، سارا اینجاست تا جواب بده. مرسی که با من بودی. تا یکی دیگه از رازهای دنیای طلا، فعلا خداحافظ.